خودت بگی که زن باید ساینس نخوانه؟ صحیح نه؟ خیلی که زن ساینس نخوانه؟ مادر اولادایی که مریض شد او رو یک بروتی به معاینه کنه یا یک خانم معاینات تلویزیونی دی بغلک هایش اینجا شده کاره یک مرد تو چخ چخ کنه خوب است؟ یا یک خانم همسرت یک خانم علی خانم که ساینس نفهمه و التراساوند از چی میفهمه؟ ما لا یؤدی الواجب الا به فهو واجب ایضا. علما میگه وقتی که یک واجب یعنی عزت زن مسلمان حفظ نمیشه مگر با موجودیت دکتر زن. پس موجودیت دکتر زن بالای مسلمان ها چی است؟ فرض است، واجب است که باید دکترای زن داشته باشیم. لکن فرق اسلام و فرق بفرمایید دموکراسی در چی است؟ که در اسلام اینجا کلان من یک وقت پرسان کردن خب گفتن همیده اسلام بر زن چه قسم زمینه تحصیل است؟ ما گفتم فرق اسلامی است که اینی نشست اینی پوهنتون امهات المؤمنین پوهنتون ده مؤمن و خویند و پوهنتون دانشگاه خواهران مؤمن در اینجا که از این دروازه داخل میشی رئیس پوهنتون زن شاگردایش کلش زن درسش کلش توسط استادایش زن هاست پوهان صاحب شکیلا جان الکوزی رئیس فلانی اینف مثلا پروفیسور جمیله فنا رئیس پانزه اقتصاد خانم ها. پس در اینجا کلگی میتونه که هم طب بخونه هم شرعیات بخونه هم کلگی رو بخونه و هر کس استادایی هم فامیل خود میره قرار دیدان دروازه پایین میکنه دمی دروازه که داخل شده اینجا از پیاده گرفته تا کارمندش تا مدیر تدریسیش تا رئیس پوهنتون کلش کی هست؟ زناست. زنا رشد میکنن یا نه؟ حالا میگه دموکراسی چی میگه؟ میگه نه اینجا یک دونه درخت هست باید از زیر درخت حتما یک لرکی باشه و یک لرکا پیش از اینکه دکتر شوه وقت دانگتر شده فهمیدن دانگتر ارال در دموکراسی پیش از اینکه زن دکتر بسازه از او چی جور میکنه؟ داغسر جور میکنه اول بروزی یک عیب جور میکنه شخصیت از او از دستش رفت از این خاطر میگم بیادر ما را از این دکتری درس گپایش اما اگر نظام اسلام باشه بزرگترین عالم خانم کی بود؟ ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها هست. کبار صحابه میمدن از ام المؤمنین فتوا میخواستن مفتی بود شاعر بود حافظ قرآن بود مفسر قرآن بود احادیث بعضی از ابوبکر و از عمر کده بی بی عایشه احادیثش زیاد است. یک زن خارجی مرا گفت که Who's your teacher? After my teacher is a lady. Your teacher is lady. ما زن بود خواستم که قلبش حاصل کنم نه گفت کی زن؟ ما گفتم زن ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها هست. اول استاد ما همی است. گفت چه قسم استاد است؟ ما گفتم اگه صحیح بخاری کس خوانده هر شیخی که میگم من شیخ الحدیث هستم استادش بی بی عایشه است. چرا خوب عن عایشه رضی الله عنها. اگه شیخ التفسیر هم است روایتی از عایشه هست از امهات المؤمنین. پس وقتی که من علمنی حرفا سیرنی عبدا کسی که یک کلمه را از پیشش یاد گرفته من غلام از او هستم. پس ما استاد ما ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها. لکن ام المؤمنین این یک پوهنتون پاک درس خوانده که امروز وقتی که نام خدیجه الکبری نام مثلا عایشه نام زینبه نام سمیه نام از جا که گرفته میشه نام خانم فرعون این کل از جا وقتی نامایشان گرفته میشه ما و شما بر از اونها بسیار با عزت چی میکنیم. پس اینجا چی هست؟ این نظام تعلیمی اسلام است. بس فهمیدید فرق بین نظام تعلیمی اسلام و نظام تعلیمی کفر. کافر به غیرت است. کافر همیشه خوش داره که کت زنش یک کس دانگز کنه زنش بگو بیا کتم رقص کو بازو سلطوری میکنه که شور مفتم نه ترش شور چی؟ شور تریخ
پس نظام تعلیمی اسلامی قسم است. نظام فرهنگی ایران ببین افراطی کی هست، بی غیرت کی هست، تروریست کی هست. تروریست کسی است که خانم خودت در گیر گرگا میته. افراطی کسی است که در قسمت دختر و فامیل خود افراط میکنه. اینو افراطی میگن. ما شما معتدل مسلمان هستیم. دین ما دین چی هست؟ وسط است.